سلام بچه‌ها، من مستر رضا هستم و اومدیم برای فری فایر در بتلش یک باگ فری فایر اصیل پیدا کنیم. و در یوتیوب الان که نگاه کردم دیدم از یک یوتیوبر ایرانی یک باگ خیلی خفنی هست. میگه اگه سرتون سرتون پایین باشه بعد بالا کنین این دیواره تو بتل ناپدید میشه. بریم انجام بدیم. ما آمدیم در این قسمت بتل و نگاه میکنیم درست نمیشه. شاید با گان باید ببینیم. حالا بریم گان پیدا کنیم و ورداریم ببینیم شاید درست. خب بچه ها گان رو ورداشتیم، حالا بریم امتحان کنیم. میبینیم نمیشه. آقا یک خواهشن از این فیلم های الکی نذار تا فیلم دیگر. خدا